سلام، من الکس هستم و تو این ویدیو قرار راجع به این صحبت کنیم که چطور امسال تبدیل بشه به بهترین سال زندگیمون و چه کارهایی رو باید انجام بدیم که امسال واقعا از تموم سالهایی که تا الان داشتیم بهتر باشه، به هدفهای بیشتری برسیم و مهمتر از همه خوشحالتر و راضیتر باشیم در پایان این سال. خب آقا، اصلا اول تعریف کنیم که یعنی چی امسال تبدیل بشه به بهترین سال زندگیمون. اگه بخوایم امسال بهترین سال زندگیمون باشه، یکی از جنبه ها اینه که پیشرفت داشته باشیم به سمت چیزهایی که واقعا برامون مهمه. خب یعنی یکی از شاخصهای سال خوب اینه که ما پیشرفت کنیم به سمت چیزهایی که میخوایم. دومیش اینه که تعادل داشته باشیم توی زندگیمون، یعنی اینطوری نشه که برای رسیدن به یکی از جنبه های زندگی، ابعاد زندگی، یکی از بعدهای دیگر رو فدا کنیم. مثلا برای رسیدن به پول سلامتمون رو فدا کنیم، خب، یا برای رسیدن مثلا به پول روابط عاطفیمون رو فدا کنیم. خب این اتفاق نباید بیفته و نشونه یه سال خوب اینه که ما زندگیمون توی اون سال بالانس داره و کاملا متعادل هستش. و مورد بعدی اینه که آقا لذت ببریم، فارغ از این که اون هدف نهایی که قراره برای پایان سال بذاریم چیه. از تک تک روزهایی که توی این سال و این 12 ماه آینده قراره بگذرونیم ما میخوایم ازش لذت ببریم، روزای خوبی باشه برامون. خب نه صرفا به خاطر اون هدفی که قراره آخر سر بهش برسیم، به خاطر اون روند مسیری که داریم. اوکی، پس این میشه اتفاقایی که باید بیفته تا ما بگیم یه سال خیلی خوب و بهترین سالی که تا حالا داشتیم و داشتیم. حالا من تو این ویدیو میخوام 3 تا تکنیکی رو بهتون بگم که فوق‌العاده است، قوقا میکنه و من خودم مدت زیادی دارم ازشون استفاده میکنم، به شدت نتیجه میده و اینطوری بهتون بگم که اگر این چیزی که میگم عمل کنید، واقعا سال به سال که پیشرفت میکنید. اینطوری نیست که آخر سال نگاه کنی به هدفهای اول سالت و ببینی که به هیچ کدوم نرسیدی. خب واقعا اگه این چیزا پیاده بشه فوق‌العاده جواب میده و شما رو خیلی خیلی جلو میندازه. حالا این تکنیک ها چیه؟ اولین تکنیک چرخ زندگی یا The Wheel of Life و هدف ما از انجام این تمرین اینه که اولا ازتون خواهش میکنم حتما قلم خودکار بردار بیار، قشنگ بشیم با هم اینا رو انجام بدیم. من خودم اینا رو قدم به قدم براتون باز میکنم، میگم برا من این مورد اینجوری بوده، این بوده، همه رو پا به پاتون انجام میدم و از شما میخوام که آقا پا به پای من بیاید جلو و اینا رو یادداشت کنید، چون اگه این کارا رو انجام ندید طبیعتاً 12 ماه بعدت خیلی با الان فرقی نخواهد کرد. حالا اولین تمرین چرخ زندگیه. این تمرین به ما میگه چی؟ میگه آقا الان زندگی در چه وضعه، بی تعادلی های زندگی کجاست و کجاهای زندگی تو بیشتر نیاز به کار داره. خب چجوری انجام میشه؟ شما آقا رو کاغذ یه دایره این شکلی میکشی. خب 3 تا قسمت اصلی داره این دایره شما. خب یعنی یه دایره میکشی 3 قسمتش میکنی که این 3 قسمت بزرگا چیان؟ یکیش مربوط میشه به سلامتی، یکیش مربوط میشه به روابط و یکی هم مربوط میشه به کار و درآمد. خب پس ما 3 تا بخش اصلی داره زندگی هممون، روابطمونه، سلامتیمونه و کار و درآمدمونه. خب حالا هر کدوم از این 3 بخش خودشون به 3 تا زیر بخش تقسیم میشه. خب که الان با هم میبینیم مثلا سلامتی خودش میشه آقا سلامت جسم، سلامت روان، سلامت روح و معنویت. خب اینو بخوام بهتر بگم مسائل اسپریچوالیتی. خب با روان یه مقدار متفاوته. خب روابط ما خودش باز 3 بخش میشه. این 3 بخش مربوط به روابط چیه؟ آقا رابطه عاطفی که من دارم، رابطه‌ای که با خانواده‌ام دارم، پدر، مادر، خواهر، برادر و نزدیکانم، رابطه‌ای که با دوستانم دارم. خب و بخش آخر کار و درآمد تقسیم میشه به رشد، خب پول و خود درآمد و
کاری که دارم انجام میدم. حالا اینا یک مقدار بیشتر بازش میکنم و اگه یکم متوجه نشدید اصلا ما اینا چرا تقسیم بندی کردیم الان متوجه میشید. ما این تقسیم بندی که انجام دادیم، حالا خیلی ها میگن بیاید به خودتون از 1 تا 10 نمره بدید که از این شرایطتون تو هر یک از این ابعاد چقدر راضی هستید. خب یعنی بیا بگو آقا مثلا من از اوضاع مالیم از 1 تا 10 به خودم 3 میدم چون اوضاع مالیم افتضاحه، خیلی خوب نیستش. خب ولی من میگم این دیدگاه غلطه. چرا؟ چون ببین ممکنه من الان از شرایط فعلیم راضی نباشم، خب ولی دارم کارایی رو میکنم که هم مسیره و منو به اون چیزی که میخوام میرسونه. خب برای همین به جای این که بیایم به ساتیسفکشن خودمون از اون موضوع یا میزان رضایتمون نمره بدیم از 1 تا 10، میایم به این که چقدر الاین و هم‌مسیر و همسو هستیم با اون چیزی که میخوایم نمره میدیم. خب بنابراین ممکنه من مثلا میگم اوضاع مالیم خوب نباشه، راضی نیستم قطعاً، چرا؟ چون اون چیزی که میخوام نیست. خب ولی دارم الانم تو زندگیم کارایی میکنم که میدونم به اون چیزی که منو میخواد میرسونه، احتمالا نمره بالایی میدم بهش، پس احتمالا 7 و 8 میدم حداقل. حالا بحث به این که چقدر همسو و هم مسیرم، خب نمره بالاتر میره. اوکی، بنابراین شما وظیفتون تو این بخش اینه که میای تعیین میکنی آقا چقدر همسو و هم مسیر هستیم. مثلا من این تمرین رو انجام دادم، برای من یه همچین چیزی در اومد. خب و شما نمره رو که دادی مثل من میای هاشور میزنی متناسب با اون درصدی که میگیره. آقا 5 نصفش رو هاشور میزنی، نمیدونم 8 بیشتر هاشور میزنی. اوکی داری میبینی دیگه الان چجوریه. خب این شما اولا هر چقدر این شکلی که اینجا میبینید به دایره نزدیکتر باشی، یعنی بالانس زندگیتون تو ابعاد مختلف بیشتره که معمولا این اتفاق نمیفته. یعنی برای خود من الان میبینید توی روابط و مثلا سلامتی اوضاعم قابل قبوله ولی یهو اون مالیه کم شده، یا حتی یه سری جنبه هایی مثل رابطه من با دوستام داغون و افتضاح بوده. خب این خوبش اینه نشون میده آقا اولا یه دید کلی بهت میده زندگی الان در چه حاله، کجای کاری، کجاها میلنگه، کجا خیلی افتضاحه، کجا رو باید کار کنی، خلاصه از این دست. خب حالا یه بخش دیگه هم هست که من مستقیما تو دایره نمیارمش. اون بخش چیه؟ اون اینه که من معمولا مثل الان میذارمش کنار این دایره و معمولا اگه دارم رو کاغذم این تمرین رو انجام میدم مثلا زیرش اینو میکشم. اونم اینه که آقا اوورال کلن از زندگی چقدر احساس خوشنودی داری، چقدر راضی از اینی که هست، خب چقدر حالت خوبه، چقدر یه چیز کلی. آقا من الان از زندگیم از 1 تا 10 چقدر راضیم. اینجا دیگه ببین رضایته. خب اینجا دیگه اون که همسو اما اینا نیست، این رضایته. آقا من الان از زندگیم همین الان با همین شرایطی که هست تو همه جنبه ها، نه یه جنبه خاص، چقدر راضیم. خب مثلا برا من یه چیزی در حدود 6.5-7 بودین. اوکی پس این میشه تمرین اول ما که به ما دید بده، نشون بده که آقا ما الان کجای کاریم و حالا اینو که انجام دادیم لنگیای زندگیمون مشخص شد، میریم تو گام بعدی برای هدف گذاری براش. اوکی خب آقا بریم بخش بعدی که هدف گذاریه رو ببینیم چجوری انجامش میدیم. آقا من یه سیستمی دارم خیلی خوبه، خیلی خوب جواب میده و اونم به اسم 12 months celebration یا جشن 12 ماه. بچه شما یه سری اصطلاحات انگلیسی از من میشنوید خب که واقعا میگم برای من این کارو برای کلاس گذاشتن و این که بگی شما بگید وای انگلیسی داره حرف میزنه نیست. خب من زندگیم واقعا داره رو زبان انگلیسی میچرخه، یعنی من تمام پلنرام، همه چیزم، یادگیریام، همه چی با انگلیسیه و یه سری عبارت ها رو من اصلا برای خودم تعریف کردم. خب بعد میام فارسیش کنم مثل این
میبینم به هم میریزه. خب واسه همین اصلا یه وقت فکر نکنید این که من دارم انگلیسی صحبت میکنم، اصطلاحات انگلیسی میگم، اینا به خاطر اینه که من کلاس بذارم. نه، من واقعا به خاطر اینکه طرز تفکرم این شده، دارم الان مثلا همه یادگیری همه زندگی من تقریبا داره حول و حوش انگلیسی میچرخه، به خاطر همین فکر کردنم برای انگلیسی راحت تره. یه سری عبارت تو انگلیسی قشنگ تره، بعد که میای فارسیش میکنی مثل این خراب میشه و مفهوم پشتش داره. خب واسه همین من میگم یه سری چیزا رو اگه اینجوری میبینید شما به بزرگی خودتون ببخشید. اما برگردیم سر اصل ماجرا. آقا این 12 month celebration که سیستم منه برای هدف گذاری چیه؟ میگه آقا بیا فرض کن 12 ماه گذشته از الان. خب و اینم بگم این تکنیکا فرقی نداره شما کجای کاری، اول سالی، وسط سالی، همیشه میتونی انجامشون بدی. خب میگه آقا بیا تعریف کن برای خودت که 12 ماه آینده فرض کن با دوستت نشستی، خب داری برای دوستت تعریف میکنی آقا فلان اتفاق افتاد، فلان کارو کردم، من این بیزینس رو راه اندازی کردم، به این موفقیت ها رسیدم، الان رابطه عاطفی اینجوریه، فلان اینا. خب داری جشن میگیری، دوست داری چه چیزایی رو جشن میگیری، دوست داری چه اتفاقاتی برات بیفته، اونا رو دونه دونه بنویس. یعنی فرض کن برای دوستت داری توضیح میدی که آره من مثلا سال دیگه شده، زنگ زدی بهش میگه آره من امسال این کارو کردم، این کارو کردم، یا اصلا نه همون موقع که اون اتفاق میفته مثلا رکورد فروش میزنی، خب میخوای جشنش بگیری، زنگ میزنی آره فلانی من امروز انقدر فروختم فلاش. دوست داری اینا چی باشن؟ یعنی چه اتفاقاتی 12 ماه آینده بیفته. چند تا نکته مهم بگم. یک، اتفاقاتی که تعیین میکنید باید منطقی و معقول باشه. یعنی نرو یه هدفی بذار که تو 1 سال نمیشه رسید بهش. خب من مثال میزنم و طرف ماشین نداره اصلا، خب بیاد هدف بذاره که آره من میخوام آخرین مدل فلان ماشین که اصلا چندین میلیارد پولشه رو بگیرم. خب من نمیگم نمیشه، ولی طبق آمار و احتمالات شانس رسیدن به همچین چیزی خیلی کمه، احتمالش بسیار پایینه. خب من میتونم چی بذارم اگه این آدم من باشم؟ میتونم به جاش بگم که آقا من اولین ماشینمو بگیرم، این شدنیه، تو 1 سال میشه ماشین گرفت. خب معقول تره. اوکی، بنابراین بنویس که آقا دوست داری 12 ماه دیگه با دوستت چه موفقیتایی جشن میگیری. حالا یه عده این وسط پیدا میشن میان به من میگن که آقا ما دوست نداریم. آقا خودت دوست داری چه چیزایی جشن میگیری؟ اوکی، این دوست مثاله، گیر ندید بهش. مثلا من خودم چیا رو واسه خودم هدف گذاشتم؟ گفتم آقا من دوست دارم که یک، همین چنل یوتیوبی که الان دارید میبینید خب به یه رشد قابل قبولی برسه، مطرح بشه، بیننده داشته باشه، بیننده هاش زیاد بشه. و اگه دقت کنی عدد و رقم خاصی برای بیننده من نذاشتم. خب چرا؟ چون ببین آمار سابسکرایبر، آمار یه چیزی مثل فالوور و اینا چیزیه که دست من نیست. چی دست منه؟ که محتوای خوب بذارم، این که زحمت بکشم، آموزشای خوبی ببینم بر شما بذارم، این دست منه، من کاملا روی میتونم هدف. ولی این که آقا الگوریتم یوتیوب، الگوریتم اینستاگرام اینا چقدر محتوای منو پوش کنن، چقدر نشونش بدن، دیگه شاید خیلی تحت کنترل من نیست. تا یه جایش دست من هست، این که من محتوام خوب باشه دست منه، ولی این که دیگه تهش چطوری عمل کنه اون ویدیو دست من نیست. واسه همین من نمیام بگم که آره من میخوام مثلا به 10K سابسکرایبر برسم تو یوتیوب، چون دست من نیست. عامل بیرونی هیچ وقت برای هدفاتون تعیین نکنید. یا من آزمون ارشد پیش رو دارم و خیلی برام مهمه که بتونم توی یکی از دانشگاه‌های مطرح تهران قبول بشم و این باز یکی از هدفهایی که سال آینده اتفاق میفته. بحث دیتا ساینس رو من دارم توی حوزه دیتا کار میکنم و گفتم دوست دارم که آقا توی حوزه دیتا متخصص شده باشم، بتونم
یه درآمد خوبی داشته باشم، تو چند تا شرکت معتبر کار کنم، کارهای دیتاییشون رو انجام بدم تا انتهای 12 ماه آینده. یه ایده داشتم. خب من اگه نمیدونید رشته مهندسی صنایع، یه ایده استارتاپی داشتم توی مربوط به رشته خودم و گفتم اگه مثلا تو 12 ماه آینده من این استارتاپ رو ران کنم و اتفاق بیفته خیلی خوب میشه. بعد تو حوزه کاری خودم پروژه بگیرم انجام بدم به عنوان کارشناس برنامه ریزی و حالا چیزای دیگه. خب یعنی با صنعت و شرکت‌های مختلف برم کار کنم و اینا چیزایی بود که من گفتم آقا دوست دارم تو 12 ماه آینده اتفاق بیفته. ولی یه مسئله هست. خب و اینجا بسیار بسیار مهمه. این مسئله چیه؟ اونم اینه که به نظرتون میشه تو 12 ماه به همه اینا برسم من؟ خب یا بر خودت چنل یوتیوب هم پر بازدید باشه، مرتب منظم محتوا بیاد روش، آزمون ارشدمو به قول خودمون سگ بزنم، خر بزنم و رتبه 2 رقمی بیارم براش، تو حوزه دیتا ساینس متخصص بشم، چند جا کار کنم، استارتاپ همو داشته باشم، چند جا پروژه بگیرم و کار کنم. به نظرتون شدنیه یا نه؟ احتمالا نمیشه. چرا؟ چون من دانشگاه هم دارم، من زندگی خودم هم دارم، همش که اینا نیست که. خب بنابراین احتمالا شما وقتی بنویسی 10 مورد بنویس، 5 مورد بنویس، خب یعنی چیزایی که دوست داری رو بنویس، خب ولی طبیعتاً به همش نمیرسی، زمان بهت اجازه نمیده که به همه اونا برسی، لول بالاش باشی. یا خب میگیم آقا اولویت بندی میکنیم، 2-3 تا موردش انتخاب میکنیم برای کل سال. خب و چیزایی که من انتخاب کردم اینا بود. گفتم آقا چنل یوتیوبم، آزمون ارشدم که بسیار مهمه و تو حوزه دیتام کار میکنم. دقت کن که آقا در کنار اینا من دانشگاه هم دارم. خب درسای دانشگاه، تکالیف دانشگاه هست، نمیدونم کارهای دیگه هم هست. خب فقط اینا نیست که. خب بر شما هم همینه، یعنی 2-3 تا رو انتخاب میکنیم و روش میریم جلو. و حالا هدفها رو که نوشتی، اون 2-3 موردی که نوشتی، میخوام یه سری نکته طلایی بهتون بگم. اون 2-3 موردی که نوشتی کنارش مینویسی آقا در حالی من به فلان چیز رسیدم. خب به زبان حال بنویسید بهتره. در حالی که از تک تک قدم های مسیر لذت بردم، میبرم. خب چرا؟ چون خیلی مهمه. آقا ما کار میکنیم که چی؟ ما میخوایم پول در بیاریم که چی؟ ما میخوایم نمیدونم زندگی خوبی رو تجربه کنیم که چی؟ که لذت ببریم از اون زندگیه. خب و به خاطر همین خیلی مهمه که بنویسیم آقا، یادآوری کنیم هدف لذته. خودتو بیچاره نکن. مثلا قطعا سختی ها تو مسیر میاد سراغت. خب اون جایی که سختی میاد اعصاب خودتو خورد نکن که وای چرا اینجوری شد، وای فلان. تو هدفت لذت بردنه و سعی کنیم از خود اون مسیر لذت ببریم، از تک تک قدماش. اوکی؟ پس این شد مورد اول که آقا لذت بردن از مسیر خیلی خیلی مهمه. دیگه چی؟ دیگه این که آقا اهدافتو خواهش میکنم بنویس حتما و یه سیستم مرور داشته باش. یعنی تو اگه این هدفها رو بنویسی، خب حتی بنویسی بذاریشون کنار، کار که خیلی ها میکنن. یعنی طرف میاد سررسید و باز میکنه، من خودم هم اینجور بودم خب سررسید و باز میکنه، مینویسه آقا من این هدفها رو دارم، باشگاه میرم، نمیدونم چی کار میکنم، زبان میخونم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم. خب تموم شد. این دفتر بسته میشه، میره تو کتابخونه، میره تو کمد، دیگه اصلا بیرون نمیاد. خب این هدف گذاری فایده نداره و علت این که خیلی ها به اهداف سال جدیدشون نمیرسن همینه. آقا سیستم ریویو نداره، طرف این هدف جلو چشش نیست، طرف دائم دغدغش نیست برای این هدف یه کاری انجام بده و آدم فراموش کاره، یادش میره که من این هدف رو گذاشته بودم. خب حالا برای سیستم ریویو و هدف گذاری
یه کتابی هست به اسم 12 week year. خب بهترین سیستمه، یعنی این 12 هفته که خب میشه 3 ماه. خب این سیستم هدف گذاری 3 ماه بچه فوق العاده است. یعنی این همین یه دونه چیزی که زندگی شما رو زیرا رو میکنه اگه عملیش کنید. زندگی منو زیرا رو کرده و ترجمه شده به اسم سال 12 هفته. این من ریویو های این کتاب فارسیشو که خوندم گفته بودن ترجمهش افتضاحه. من خودم که اصلا فارسیشو نخوندم، خب واسه همین نظر خودم رو دخیل نمی‌کنم، ولی اون ریویو هایی که راجبش خوندم تو سایت های مختلف گفته بودن ترجمهش افتضاحه و اصلا خوب ترجمه نشده. واسه همین اگه انگلیسیتون خوبه برید نسخه زبان اصلیشو بخونید، اگرم انگلیسیتون حالا خوب نیست دیگه چاره نیست، به اون بسنده کنید. و این که من اینو خیلی بازش نمی کنم. چرا؟ چون این خودش یه ویدیو، قطعا یه ویدیو من راجع به این کتاب میسازم، حتما ببینید. اگرم الان که داری ویدیو رو میبینی ساخته شده باشه لینکش تو دیسکریپشن و این کارت های بالا میاد. خب یعنی من به محض اینکه بسازمش اضافه میکنم، ولی اگه لینکش نیست یعنی احتمالاً ویدیوشو هنوز ضبط نکردم و منتشر نشده. قطعا برنامه دارم راجبش ویدیو بسازم، واسه همین خیلی وارد جزئیاتش نمیشم چون خیلی جزئیات داره، ولی میتونید خودتون برید راجبش ریسرچ کنید، تحقیق کنید. موضوع به شدت جذابیه. و حالا هدفها رو نوشتیم، سیستم ریویو رو هم پیاده سازی کردیم که ارجاعتون میدم برای سیستم ویدیو به اون ریویو به اون ویدیو. و بنویس آقا هدفها رو که مینویسی چرا این هدف برام مهمه. خب چون خیلی مهمه. ببین الان یادته، الان من مثلا میدونم چرا دیتا مهمه، ولی ممکنه اگه از روش بگذره اون چرایه کم کم از ذهنم محو بشه. خب آقا من چرا مهمه زبان بخونم؟ کم کم بعدن یکم میرم تو کار، یکم میرم با سختی ها مواجه میشم. خب چرایی است که نگهت میداره. خب یعنی اون لنگرگاه شما اون چرایی است که چرا این هدف برا من مهمه. خب و حتما بنویسش و دائم تو اون سیستم 12 هفته‌ای به خودت یادآوری کن آقا این هدف به این علت مهمه، به این دلیل من باید روش کار کنم. خب مثلا سلامتی من به این دلیل مهمه، اگه براش این کارا رو نکنم یه بلا سرم میاد. خب پس باید روش کار کنم، چراش خیلی مهمه. و اینم از این. حالا میرسیم نگاه کن، ما تا الان فهمیدیم هدفمون چیه، چی کار باید بکنیم. خب الان مونده عملی کردن هدفها. هنوز هدفهای ما به سیستم عملی شدن نرسیدن. میخوایم بریم با هم الان ببینیم برای عملی کردن اهدافمون و اینکه واقعا بهشون برسیم باید چی کار کنیم. متدی که اینجا استفاده میکنیم The Ideal Week یا هفته ایدئاله. خب این دقیقا همون سیستم رسیدن به اهدافه. ما تا الان داشتیم راجع به سیستم های هدف گذاری صحبت میکردیم، الان رسیدیم به سیستم رسیدن بهش. آقا من هدفها رو دارم، تو اون 12 هفته‌ای مشخص کردم، اومدم یه سری اهداف 3 ماهه برای 3 ماه آینده مشخص کردم که خودش قلق داره، یعنی مفصل بازم میگم، ولی اومدم اهداف 3 ماهه آینده‌مو من مشخص کردم. گفتم آقا 3 ماه دیگه من باید به این نقطه برسم. حالا این هدف 3 ماه رو میشکنمش به هفته. خب چرا؟ چون ما زندگیمون تشکیل شده از هفته هایی که پشت سر هم چیده شده. خب روزا هفته ها رو میسازن، هفته ها ماه ها رو. چی کار میکنیم؟ شما از گوگل کلندر باید استفاده کنید. خب یعنی اگه از گوگل کلندر استفاده نمی کنی واقعا داری زندگی تو طرف میکنی. خب جدی دارم میگم. این سیستم هفته ایدئال میگه چی؟ اگه بلدش هم نیستید من قطعا راجع به گوگل کلندر هم آموزش میسازم براتون، نگرانش نباشید، خیلی مهمه. اینجا هم میایم چی کار میکنید؟ شما گوگل کلندر رو باز میکنید، یه دونه کلندر جدید یا تقویم جدید میسازید به اسم ایدئال ویک یا هفته ایدئال. خب بعد چیکارش میکنید؟
تو این هفته ایدئال میاد دقیقاً برنامه ریزی میکنید که هفته شما در چه صورتی ایدئال هستش و دوست دارید هفتهتون چجوری بگذره. خب اینجا اولین قدم میاد روزای هفته، این محیط گوگل کلندری که دارید میبینید. خب روزای هفته رو مشخص میکنید، بعد مشخص میکنید کی میخواید بخوابید، کی بیدار بشید. مثلا من گفتم آقا بین 7 تا 8 میخوام بیدار شم، کارش صبحگاهی صبحونه اینا انجام بدم دیگه. مثلا 8 شروع کنم تا مثلا از اونور شبم بین 11 تا 12 دیگه ساعت خوابم باشه و بخوابم. خب اول ساعت خواب و بیداری رو برای خودتون تعیین میکنید. آیا لازمش 7 تا 8 باشه؟ نه، ممکنه آقا شما یکی باشی که نمیتونی زود پاشی، 9 پاشو، اشکال نداره. اینجا تایم 9 میذاری، تایم بیداری. خب بعد یا خدا چی شد؟ اینجا میای آقا روز به روز تعیین میکنی آقا چه کارهایی باید اتفاق بیفته، کارهای روزا چیه، چه چیزایی هست. خب و تایمت قرار چجوری صرف بشه. مثلا برای خود من اینجا گفتم روز شنبه، حالا کار نداریم اینجا 11 12 13 فروردین تعطیله ها. خب من اینا با فرض برنامه دانشگاه نوشتم، باید یه هفته جلوتر می بود که نبود. خب اشکال نداره، با فرض اینه که مثلا من دانشگاه دارم. خب آقا برنامه شنبه من اینه 6 تا 7 و نیم باید بلند شم تو این رنج. بعدش خب این آبیا که دارید میبینید اینجاها، خب این آبی کم رنگا، اینا من هدفم چی بود؟ گفتم آقا آزمون ارشد دارم، پس یه سری کارهایی باید براش طی هفته بکنم. خب اونا رو تعیین میکنیم. آقا من اینجا OR میخونم، تحقیق در عملیات میخونم، اینجا احتمال میخونم، اینجا زبان ارشدم رو میخونم، این تایما. خب یه سری تایم آقا من دانشگاه دارم، این سبزا که شما دارید میبینید کلاسای دانشگاه منه. خب یه سری زمانها زمان مرده منه. مثلا چی؟ مثل این خاکستریه که آقا تایمیه که من با ماشین باید رانندگی کنم برم دانشگاه. خب یه سری تایم استراحت دارم. آقا من یوتیوب مگه هدفم نبود؟ آره یوتیوب محتوا جمع کردن داره، ادیت داره، ضبط داره، یه سری کار باید تو هفتم به یه سری تایم باید بهش اختصاص بدم دیگه. اینجا کانتنت ریسرچ دارم، ویدیو ادیتینگ دارم، ویدیو ریکوردینگ دارم. خب همه اینا رو شما باید داشته باشید. خب و تعیین میکنی که آقا تو طول روزت چه کارهایی باید انجام بشه. خب این بود از این ویدیو. امیدوارم تک تک این قدم ها رو انجام بدید. این سیستم ببین اولش یکم سخت عمل کردن بهش و پیاده سازیش، ولی زمانی که عملیش کردید و یه مدتی به خودتون سخت گرفتید و بهش پایبند بودید، بعد از اون بدون این سیستما دیگه نمیتونید زندگی بکنید. و من بهتون قول میدم که این سیستم اگه درست اجرا بشه شما رو به هدفهایی که میذارید میرسونه.